سلام و درود دوستان عزیز ما، چخیلی که دیدی ایستادید. قرار دارم من در مهرآباد نوع مسشو دوستان عزیز هم خیلی به همین راه گذاشتم، دیدم یک گروه جوانو که البته این دیار همش نوجوان هست، همش مردمی یوش هستن. اینجا نگاه کنم همش حشر عمومی کرده ایستادیانو. همین وقتی منتج آباشون آمده است، همین تروبای برای خوابوندن در زیر خاک زیر تگش هموار کرده ایستادن. خدا دستاشون خیراشون دستگیری آخرتشان گرداند. کدام همینجا یک سکوار زدگی بوده است، خدا دولتی هم زیاده کند. خلاصه دستگیری شما نیست، البته و گفت روسا که پلیسیاتی لیشنی دنگی نمیشه میگود. خلاصه اینجا از دستگیری ها خیلی سخاوتمند نیازمند هست. میتونید دوستو دستگیری کنید، پرسجو کنید از همین متصدی همینجا. ما سیان نمیدونم کیا باشن. خلاصه هم خیلی تربه خوابونسان یک رفتی جریان کارهای همین دوستان عزیز یک به نوار گیرم که همچین یک تاریخمون میشد. اینجا همین ناموشون در تاریخ ثبت میشد که همین ها همین جوان ها گویم همین راه همین آب راهش درست کردن برای آبیاری. هر یک خانه که فقیر خطی کشاله کیم کدام کوچه نرفته چی کنه. علیک السلام. بچه کی میشی؟ ماشاءالله بچه با عبدالله. تو چی؟ برکی آبی کس میکنه. خدا برکتی ها. ایلین دستگیری آخرت گنالی کار دوستان. هر یک گذر همین مهرآباد علاقه اینا مردمی سامونیان هستن، سامونیان شریف. خدا دولتاشون زیاده کند که دوش به دوش هم ایستاده همین کارا کرسا جمانه. ماشاءالله. سلام علیکم. اکه سی شریف شده اینجا کس کارا خدا برکت. ایوب خان مونده نباشه. ماشاءالله. ها اکه عبدالله خدا نگه داره شما را. من خیلی یک خیلی دست جمعونه کار کرسا در رأس همشون بوی زهردین. و یک چیزی گفته نگفته نماند. همین کدامت که آبچکاری خالی داری حتما سهمت گذار که داری خانت به یک خرچه 1000 سوم داده پوند پرتاب سوده پرتاب کن ببره چیزی تیار باور کنید کار فیزیکی نیستم. با پول چون میگه یک گپات میاد کار خیر جاری است برای کی آمد. من ماشاءالله عبدالقهار مونده نباشد. برکه آید افسر حاجی. خدا نگهدار هر یک شما باشد انشاءالله. تا یه روز همیشه آب میرد خدا خواهد ثوابش میگیر. بچه کی میشی تو؟ بچه قسمه برای ماشاءالله من دیدید من دازه برای آب نوشا کنم میبرم میتین کارگارا ثواب میگیرم. تو فرق کن دیگه تخصیص کن. پس فرق خدا یارو مددگار. خلاصه گفتگی میگو همون وای کدامت که همین جنده وای داری آبچکاری داری حتما افه یادمون آبادانی همین شب سهمت گذار پگه یعنی که هم تو برآورده نمونند تیار میبری آب تیار خوردن میگیری. آب نبرایم اگر که نکنی ببینم مردم خدمت کرده بهترین خدمت نمیستم. یک کلو پرتان در همین گرمی مردم کار برای هم به کار داره اخی زندگی نه که اونو با کار کار شدن. من ماشاءالله اخوانی از خان کنید برای مردم غریب در کار دیگه و همینا رو عادشه برای بچه‌ها بهترین دستی غلو دخشیو میکنم. دستی غلو خطی همه میگی تو کار کردن. خدا دولتاشون زیاده کنه. من ماشاءالله گذره علیکم السلام.
خدا یار و مددگار شما، کسب و کار و برکت در امان الله باشه. هر چیز زودتر دستگیری فراموش کنید تا اینکه زودتر همین کار به انجام یابد مردم صاحب آب نوشابه شود.